برادران غریب ندارم و دستگیری و یا این سفر به هندوستان دارم. از رحمت خداوند. امروز یک خبر خوش به هر یک شما میرسونم که مادر عزیزی که بر گردنش ورم کردگی بود سفر داره به هندوستان. دهلی برادران عزیز، زن اوجا یک جراحی داره، یک اسولسو داره. مثال در اوجا بسیار خوراک‌های هندی را خورده نمیشه برادران. این سوق سلامت به هندوستان رفته است. امروز سیونکا کده و به شما روی میکنه. از رحمت خداوند. من از شما خیلی minnatdor که مرا تنها نگذاشتند در می حالت. همراه تو کی میره؟ اپا میروم. همه اپا جون؟ بله بله اپا. در روزه عمر بوار که فقط یک هفته یک نیکی یک خوبی میمونه، دیگر همش نول یگان باقی نداره برادر. یک کامنتر را میزنیم، فقط به مادر میگیم که خداوند جراحی توبتات خوب بگذره و ساق سلامت بیای. انا میگم در کامنتر از جانب شما. رحیم پروداکشن. به خاطر اومد عید سعید رمضان برای عزیزان 4-5 نمود تحفه را پیشنهاد میکنیم. یکم، کعبت الله 10 نمود تحفه دارد در یکم آشیانه و در دوم آشیانه. استحصال تورسیا. دوم، جای نماز الکترونیک برای آموختن نماز 5 زبان دارد از جمله زبان تاجیکی. سیوم، قرآن روشکگی 18 قاری قرائت میکنه و با 18 زبان ترجمه میکنه از جمله با زبان فارسی و دری. چهارم، کلام الله و ترجمه چگونه ای که شما میدونید 3x1. پنجم، لباس های ایدانه برای ایدگردکی شما. این همه را شما میتوانید که از مغازه زیارت شاه دسترس بکنید. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز، امیدوار هستم تنسیت و خانه آباد هستین. امروز ما آمدیم ایرپورت بین المللی مسکو شرمتوف که به همه سمت های دیگر دولت های خارجه سفر میکنم. امروز یک خبر خوش به هر یک شما میرسونم که مادر عزیزی که بر گردنش ورم کردگی بود سفر داره به هندوستان. دهلی برادران عزیز، اینا ایرپورت شرمتوف ای ترمینال اس ایجاد ایرپورت داره برادران عزیز. خوب نظم میدونین، همه سفر دارن به دولت های خارجه. انشالله که باز ما انتظاریم مادر عزیزه بیا نوارش پیشنهاد شما میکنه و از هندوستان هم برای ما نوار میپرتین. فقط در حقش دعاگو باشین تا آخر برنامه تماشا کنین. نفرانی که در ایفینن یا لایک یا کامنتری را دریغ ندارین. الله نگهبان هر یکی ما و شما. رفتیم درون ایرپورت در انتظار مادر عزیز. انا برادرانم خیلی میدریم. اینا دوی تماجنی گذاشتمش. نه تماجنی گذاشتمش. برو اینه میگه ما اینا برو ماده همه خیلی میره. انا ایرپورت کالونش. برادران عزیز، این ایرپورتش هم زال اجدانش همش باید تو اومدن مادر عزیز در درون ایرپورت شرمتوف قرار داریم و انتظار مادر عزیزیم، چون که اونو از دیگر لینی اومدن، ما از دیگر لینی. ایرپورت کلون به حد ایرپورت خوب دوستان عزیز. فقط انشالله که امید دارم که مادر خوب میشه، بهترین میشه. چیزی که هر کدام کردین انشالله خاص از برای الله باشه، بهترین و بهترین میشه. انشالله باوری کامل دارم که این خدمتایی که در حق مادر کردن، این قدر مهربانی در حق مادر کردن، انشالله مادر همه وقت در حق شما با دعا است. باوری کامل دارم و از انتظار مادر داریم. اینجا شرشره زیبا داشتیم، انتظار میشیم برادران عزیز و در حق یک برادر عزیزم دعا کنید که دو روز یک برادر نزدیک داشتیم، یک برادر که به حد انسان خوب بود، خداوند جاش جنت کنه، از دنیا گذشت و خواستیم که در حق شما هم نیز دعاگو باشین. و امروز ما با یک امید کلان رفتیم که مادر نقض شوه و بهترین شوه. انشالله که میدونیم برادر جان عزیز، در روزه عمر بوار که فقط یک دعا یک نیکی یک خوبی میمونه، دیگر همش نول یگان باقی نداره برادر جان. با همین خاطر بین همه وقت از خوبی، از نیکی و از یک درفهمی سخن کنیم برادر جان.
انشالله که خداوند عاقبت همه کارمون رو به خیر گردونه. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز، امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستم. امروز نوار نتی که طول چند روز ما انتظار داریم که همین نوار پیشنهاد شما کنیم برادران عزیز. سفر مادر به هندوستان با دستگیری شما برادران عزیز، ان شاء الله که امروز مادر عزیز تصمیم گرفته به هندوستان برادران دستگیریش میکنن، پیشوازشون میگیرن، همراه اپاش میرود. چیزی که بد نبد برادران عزیز، نمرایی که بود در روی اکران میمونم، زنگ زنین از خودشون پرسون شین، کارت خودشون بود، همه چی خودشون بود. برادران چی فکری که کردین نکردین، کاری خودشون بود خودشون کرده بودن برادران عزیز. با همین خاطر با نمراشون میمونم، زنگ زنین برادر جون، همه چی در دست خودشون جمع شده. با خدا قسم کارتم در نام نسب خودشون، نمره تلفنم دلنش، میتونه که در هندوستان هم همراهشون صحبت کنین، از احوالشون، از زندگیشون، از همه چی با خبر شین. فقط یک چیز گفتنیم برادران که خاص از برای الله، کسی که خیر کردن خاص از برای الله در حقش دعاگو باشین. ان شاء الله که از با مادر سوال میکنه، همراهتون صحبت میکنه. یک بار سلام علیکم مادر جان. السلام علیکم. من برادران غریب ندارم و دستگیری و یا این سفر به هندوستان دارم. هزار رحمت خداوند کدامت خیر کده، خیرتان قبول گردانه. ای زیادتان کنه که مرا دستگیری کده، تنها نگذاشته. خداوند مرا دعا کنین برادران مادران، میخوام در حقم دعا کنید که من سوق سلامت رفته لیچینی کنم، به سری بلند به پیش فرزندکم بیام. بله بله مادر جان، چخیلی همراه فرزنده هم خیلی خوش کردین. بله چه جان ساز شوین بیاین گفتن. هزار رحمتی کلام و برادران عزیز که خیلی یاردم کردن، خیر کردن، خیرشان خداوند قبول گردانه. از همشان می‌دارم که من دستگیری کردن. هزار رحمتی خداوند همشان نگهبان شود. حاضر چخیلی اشوشنی سفر رفتن مقصد در دل یگان ترس یا خرسنده خودتون چخیلی حس کردین که مثال در یک مدت کوتاه اینقدر کار کشیدین الکی، ان شاء الله که یگان 3-4 ساعت پس ممکن که با در هندوستان شوین، نوارای هندوستان با ما روی میکنن. مقصد چخیلی احساسات؟ خیلی خرسندم، خیلی خرسندم که من به دستگیری برادران، اپا و خواهران، مادران مرا یاردم کردم به دستگیری همشون. این سوق سلامت به هندوستان رفته رسیم، با سیونکا کده و به شما روی میکنه. هزار رحمتی خداوند، من از شما خیلی میندار که مرا تنها نگذاشتن در می حالت. همراهتون کی میره؟ اپا میروه. همه اپا جون؟ بله اپا میروه. انا دین دوستان عزیز، برای همو که خشت توخن نمیشه و خیلی میدونه که زن اوجا یک جراحی داره، یک اسولسو داره، مثال در اوجا بسیار خوراک‌های هندی را خورده نمیشه برادران. با همین خاطر یک نفری در کار که یک شوک تا بشه، مثال یک جوباجو کنی برای همه با خواهش خچون اپاش میروه. ان شاء الله که باوری کامل دارم که خدمت رسانی خوب میکنه و در برش هست. چیزی که هست نیست اینجا برادران، حیات و ممات گپ میروه، جان انسان. با همین خاطر یک نفر نزدیک در کار که در بر مادر عزیز باشه، ان شاء الله همه وقت در برش باشه که با قنات شود دستگیری کنه، با هر روز زنگ میزنن. ان شاء الله که چیزی که شود ما پیشنهاد شما میکنیم که چی نشید برادران. فقط از شما چی میره یک هفته دعا ان شاء الله در حق مادر عزیز، در بخاطر سه فرزندی که محتاجن، که امروز پگاه فردا مادر ما را تق میکنه و به نزد ما می برادر جون. با همین خاطر ان شاء الله که ما همراه شما خداحافظی نمیگیم، چون که هست ان شاء الله که نوارای آینده برای مادر عزیز، برای شما مخصوصا در کاری که ای تا همین روزا همراه شما بود و همراه شما میمونه. الکی که حاضرم زنگ میزنن، احوال پرسی میکنن که چی گپ شد، سفر چی بر رفتین نرفتین. بله زنگ میزنن میپرسن. هزار رحمتی کلام، هزار رحمتی خداوند نگهبان شود شما. زنگ زده میپرسن. یعنی دوستان عزیز، آخران دعای مادر در مسکو بودن برای شما میشه. ان شاء الله که نواری نوبتی را شما میبینید که مادر در هندوستان ایپای کارو شد. با هم خاطر آخر میگم که اولا همه در کامنتاری در حق مادر دعا کنین، چون که الکی زبور گفتیم، زبور ما محکمه، مادر فقط به دعای شما نیاز داره برادران عزیز. و ان شاء الله مادرم یک دعای دیگه برای همه ما میته ان شاء الله
خداحافظی را بعد میکنیم. الهامین خدایا خداوندو برادرانی غریب مادران پدران دادرکان خدا جان خیر شما را قبول گردانه آمین. خدا جان همه شما را نگهبان شود خدا جان به من یک سوم خیر کرده خدا جان هزار شود برای شما همه وقت در بالای سری فرزنداتون باشید صحت و سلامت باشید خداوند همه شما را نگهبان شود هیچ وقت دردی کم نبینین خدا جان الهام آمین. الله اکبر. انا دوستان عزیز خداوند نگهبانت. همه کسا می‌داریم یا لایک یا کامنت را میزنیم. فقط به مادر میگیم که خداوند جراحی توبتات خوب بگذره بعد ساق سلامت بیای. انا میگم در کامنت را از جانب شما. خیر دوستان عزیز هزار رحمت که تو امروز ما را دستگیری کردین.